از قاتل رئیس جمهور سابق مصر انور سادات پرسیدن چرا رئیس جمهور رو کشتی؟ گفت سکولار بود. پرسیدن سکولار یعنی چی؟ گفت نمیدونم. قاضی از قاتل نجیب محفوظ نویسنده مشهور مصری پرسید چرا محفوظ رو کشتی؟ گفت چون کتابایی که برای کودکان مینوشت ذهن اونا رو منحرف میکرد. قاضی پرسید کتاباشو خوندی؟ قاتل گفت نه. قاضی از قاتل فرج فوده متفکر برجسته مصری پرسید چرا او رو کشتی؟ قاتل چون کافر بود. قاضی پرسید از کجا فهمیدی کافر بود؟ قاتل از کتابهاش. قاضی پرسید کتاباشو خوندی؟ قاتل نه چون من اصلا سواد ندارم. خطرناکترین انسان‌ها کسانی هستند که فهمشان کم ولی اعتقادشان بیشتره.